اگه عاشق زیتون پرورده ای از این پیاز پرورده نمیتونی بگذری. دیگه نبینم پیازو چارقاچ کنی بیاری سر سفره ها. کافیه خلالی خوردشون کنی، پودر گردو، جعفری ساتوری شده، نمک، فلفل، سماق، همش به اندازه دلخواهت. رب انار ترش یا ملس بنا به ذائقت و آب لیموی تازه بهش اضافه کن. میتونی به جای سس مایونز روغن زیتون بریزی. بچه‌ها همه مواد دلخواهه. شما میتونی از هر کدوم کمتر یا بیشتر بریزی. فقط کافیه فقط یه بار درستش کن. دیگه نمیتونی درستش نکنی. مزه خود بهشته. حالا که تا اینجا اومدی اون انگشت مبارک تو 2 بار بزن روی صفحه.